افکتیو ترین چیزی که تو اتاق هتل میتونی تجربه کنی کتری برقیه. بذار خیلی واضح بهت بگم. بیشتر آلودگی پنهان اتاق هتل دقیقاً داخل همون کتریه که مسافرها باهاش چای میخورن. حالا چرا؟ چون طبق گزارش واقعی کارکنان هتل‌های 3 تا 5 ستاره در امارات، چین، هند، ترکیه و اروپا این بوده که مسافرها با کتری کارهایی میکنن که باورش سخته و واقعاً چندشاوره. حتما میپرسی چه کارهایی؟ کارهایی که واقعاً اتفاق میفته توسط برخی از مسافرها اینه که لباس زیرهاشون رو میندازن میجوشونن، جوراب‌های یک هفته‌ای رو داخلش میشورن، تخم مرغ‌های کثیف بازار رو میجوشونن، بند کفش، کفش کتونی، حوله بچه، حتی پروتز دندان و تیغ اصلاح رو ضد عفونی میکنن. و جالب بدونی توییتی اخیراً از کارمند هتل 5 ستاره دبی وایرال شده و گفته که هر هفته 10 تا کتری رو فقط به خاطر بوی جوراب و لباس زیر دور میندازیم. یادت باشه که آب جوش هم همه چیز رو تمیز نمیکنه. بله، باکتری ها رو میکشه، ولی پروتئین ها، چربی، بقایای ادرار و صابون و ذرات پوست همچنان میتونه به دیواره کتری بچسبه و مستقیم وارد چای تو بشه. و نکته بدتر اینه که هتل ها معمولاً فقط کتری رو آبکشی میکنن یا فقط بیرونش رو دستمال میکشن. یعنی داخلش عملاً هیچ وقت درست تمیز نمیشه. بهترین کار چیه؟ اولاً اینه که اصلاً سمت کتری هتل نری. پس نوشیدنی گرم رو از لابی یا رستوران بگیر.